کاروان کمک‌های بشردوستانه ازبکستان از طریق گذرگاه دوستی در مرز ترسونزاده با دهنو وارد تاجیکستان شد. کشوری همسایه 4 ماشین حامل بیش از 60 تن خوراکواری، مصالح ساختمانی و سوزشواری را برای ساکنان از آفت‌های طبیعی ضررده تاجیکستان فرستاده است. در مراسم قبول کاروان شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه و رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان رستم نظرزاده با دیگر مقامات بلندپایه حضور داشتند. Уважаемые друзья, мне очень приятно участвовать на этой церемонии, которая دوستان، خوشحالم از برگزاری مراسمی مهم در روابط میان دو کشور. ما هم شاهد هستیم که زمستان سال جاری وزنین آمد و از ماه اکتبر تا آخر ماه فوریه برخی از ساکنان تاجیکستان از برفریزی ها و ترمافرایی های شدید اذیت کشیدند. چون این زمستان های سخت احیان رخ می دهند. در پی مراجعت وزارت خارجه تاجیکستان درباره رسانیدن کمک، ما تصمیم گرفتیم به مردم تاجیکستان کمک خود را دریغ نداریم و در لحظه های دشوار کتف خود را به عنوان یاری در خدمت شما قرار دهیم. мы должны подставлять свое плечо. Это касается и Таджикистана, и Узбекистана. مطبوعات دولتی ازبکستان گفت که کمک‌ها با دستور رئیس جمهور شوکت میرزیویف برای مردم احتیاجمند تاجیکستان فرستاده می‌شوند. В соответствии с распоряжением правительства по поручению президента, нашего президента Мирзиёева Шавкат Миромоновича, با سپارش حکومت و شخصا پرزیدنت میرزیویف ما 70 تن کمک بشردوستانه حامل غذا، لباس، مواد ساختمانی و سوزشواری آوردیم. این مقدار کمک را ما با 4 ماشین کلان حجم باربر آوردیم. ما همیشه غم شریک شما هستیم. با گفته رئیس جمهوری ما، مردم تاجیک و ازبک یک خلقی هستند که به زبانهای مختلف حرف میزنند. من بعد نیز با همتایان تاجیک خود برای حفظ مردم همدیگر در حالتهای فوق‌العاده تلاش میکنیم. Для того, чтобы оказать помощь братскому народу, таджикскому народу, мы всегда чувствуем свою сопричастность. در پی برفباری‌های شدید و ریزش ترمه در مناطق گوناگون کشور که تلفات جانی هم در پی داشت، تاجیکستان از جامعه جهانی خواست برای رفع عاقبت‌های طبیعی به کشور کمک کند. Были зафиксированы факты схода крупных снежных лавин. در زمستان امسال بیش از 500 مورد ترمه‌فرایی در منطقه‌های مختلف تاجیکستان رخ دادند و تلفات جانی هم در پی داشت. ازبکستان در پی روسیه از نخستین کشورهایی است که تصمیم گرفت به کشور ما کمک رساند. من برای این کمک‌ها اظهار سپاس می‌کنم. Для рассмотрения возможности оказания помощи. ارسال کمک‌های بشری به تاجیکستان را یک علامت دیگری از بهتر شدن رابطه‌های ازبکستان و تاجیکستان می‌دانند. دو کشور در عهد اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان رابطه‌های پیچیده داشتند.